رابطه ها همیشه ساده نیستن. به پادکست روابط همزیستی خوش اومدین. اینجا قراره پدیده‌های پیچیده و مهم در روابط رو بررسی کنیم. موضوع این پادکستمون برد کرامبلینگ هستش، یعنی ریزه پاش کردن توجه یا امید واهی دادن. وقتی فقط یه ذره توجه میگیری اما هیچ وقت سیر نمیشی. تصور کن یه نفر توی زندگیت هست که هر از گاهی بهت توجه میکنه. مثلا یه پیام میفرسته، یه لایک میذاره، یه کامنت مینویسه و بعد دوباره ناپدید میشه. یعنی نه کاملا توی زندگیت هست، نه کاملا از زندگیت بیرونه. فقط یه نشونه کوچیک از خودش میذاره و تو رو توی این امید نگه میداره که شاید یه چیزی جدی‌تری در راه باشه. به این رفتار میگن ریزه پاش کردن توجه یا امید واهی دادن. برد کرامبلینگ یعنی چی؟ امید واهی دادن به کسی یا ریزه پاش کردن توجه یعنی وقتی یه نفر با حرکات کوچیک و جزئی مثل پیام‌های گاه به گاه، لایک‌های تصادفی و تماس‌های کوتاه تو رو توی یه رابطه نامشخص نگه می‌داره، اما هیچ وقت واقعاً به سمت یه رابطه جدی حرکت نمی‌کنه. یه پیام نصف شب چطوری؟ یه استوری می‌بینی که انگار فقط برای تو گذاشته شده. یه دلم برای تنگ شده بی مقدمه بعد از هفته ها بخبری. همه اینا در حدی هست که امیدوار بشی، اما هیچ وقت چیزی فراتر از این اتفاق نمی‌افته. چرا بعضیا برد کرامبلینگ میکنن؟ اولش اینه که نیاز به توجه دارن، البته بدون تعهد. یعنی میخوان حس جذابیت و قدرت داشته باشن بدون اینکه خودشون رو درگیر رابطه واقعی کنن. دومیش حفظ گزینه‌های باز هستش، یعنی نمیخوان رابطه جدی بسازن اما دوست دارن تو رو توی حاشیه نگه دارن، شاید برای بعداً. سومیش کنترل و بازی روانی هستش، یعنی این رفتار باعث میشه تو همیشه در حال فکر کردن به اون آدم باشی بدون اینکه واقعا رابطه‌ای وجود داشته باشه. آخریش برمیگرده به عادت یا بیفکری اون آدم، یعنی بعضیا حتی متوجه نیستن که این کارشون چه اثری روی طرف مقابل داره. حالا بریم سراغ این که برد کرامبلینگ چه تأثیری روی قربانی داره. اولیش ایجاد حس بلا تکلیفی، یعنی تو نمیدونی این یه رابطه است یا فقط یه توهم. دومیش افزایش وابستگی عاطفیه، یعنی هر بار که یه نشونه کوچیک دریافت میکنی یه موج از امیدواری در تو شکل میگیره. سومیش کاهش اعتماد به نفس توه، یعنی دائما به این فکر میکنی که چرا طرف مقابل یه قدم جدی بر نمیداره یا نکنه مشکل از توه. آخرش اضطراب و انتظار دائمی هستش، یعنی مدام که انتظار یه پیام یا یه نشونه جدید هستی. چطور بفهمیم که دچار برد کرامبلینگ شدیم؟ باید این سوالات رو از خودمون بپرسیم.
اولش اینه که آیا این آدم وقتی حوصله‌اش سر رفته یه چیزی ازت میخواد سراغت میاد؟ دومین سوال اینه که آیا رابطتون هیچ وقت پیشرفت نمیکنه و همیشه توی یه سطح باقی میمونه؟ بعدش اینه که آیا احساس میکنی همیشه منتظری که اون یه قدم جدی برداره اما هیچ وقت اتفاق نمیفته؟ چطور با بیت کرامبلینگ برخورد کنی؟ اولش اینه که علائمش رو بشناسی. یعنی وقتی میبینی که این رفتار داره تکرار میشه، اسمش رو بذار این فقط یه بازیه. دومیش اینه که تو باید در مورد انتظاراتت شفاف باشی. از خودت بپرس باید توی این رابطه چیزی که میخوای رو دریافت میکنی یا فقط منتظری؟ سومیش اینه که حواست به سلامت روانت باشه. ارزش تو بیشتر از اینه که توی بلا تکلیفی و حدس و گمان نگه داشته بشی. و آخریش اینه که رابطه یه طرفه رو رها کنی. اگه یه نفر واقعا تو رو میخواد، برای رابطه باید قدم برداره. نه اینکه فقط یه سری ردی از خودش به جا بذاره. اگه توی این موقعیت بودی، وقتشه که از خودت بپرسی آیا واقعا این رابطه چیزی بهت میده یا فقط یه سری تکه‌های کوچیکی که تو رو سیر نمی‌کنه؟ تو چی فکر می‌کنی؟ تا حالا تجربه بیت کرامبلینگ رو داشتی؟ نظرت رو برام بفرست و بگو که چطور باهاش کنار اومدی. تا قسمت بعدی یادت نره که تو لایق یه رابطه کامل و واقعی هستی، نه فقط خرده ریزه‌های توجه یا امید واهی.